دارم به شیر میدم. واکسن زده، درد داره، ناراحته. مادرم باید بهش برسم. خودم خواستم، انتخاب خودم بوده. هیچ گله و شکایتی هم ندارم. توی کوچه مامانم اینا یهو جیغ و داد شد. همسایه کناریشون مادرشون فوت شده. داشتن خودشون رو میزدن و میکشتن. جیغ میزدن و مامانشون رو صدا میزدن. ولی دیگه دیر شده بود. تا دیشب مامانشون بود، تا صبحم بوده. فکرش هم نمیکردن یهو مادرشون بره، تنهاشون بذاره. ولی اتفاق افتاد. دیگه چراغ خونهشون روشن نیست، دیگه دلاشون گرم نیست، چون مادری نیست. تا مادرت نرفته قدرشو بدون، تا مادرت نرفته دیر نشده برو ازش عذرخواهی کن بابت تموم اذیت‌هایی که کردی، بابت تمام بی‌حرمتی‌هایی که از مادرت کردی. این چرت و پرتایی تو این استارم گوش نده. همه فیلسوف و روانشناس شدن. بهش زیر پاده مادر آگاهه. کی میگه بهش زیر پای مادره؟ مادری که فلانه، مادری که بهمانه. اینا چرت و پرته. از وقتی که این اینستاگرام کوفتی اومد همه زندگی‌ها به هم ریخته، همه حرمت‌ها از بین رفته، همه تو روی هم وای میستن، همه به هم بی‌حرمتی میکنن. بچه به خودش اجازه میده به مادرش توهین کنه. چرا؟ چون به ظاهر کسایی که روانشناسن اومدن 2 تا کلیپ گذاشتن که مادر فلانه، مادر بهمانه. نه عزیز من، مادر تا ابد مادره و تو وظیفت حرمتشو نگه داری و تو وظیفته که بهش احترام بذاری. تو حتی اگه پاهاش هم بوس بکنی چیزی نمیتونی جبران بکنی از مادر بودنش، از زحمتایی که برای تو کشیده. اینو تا ابد تو خاطرت نگه دار. مادرت برای بزرگ کردنت خیلی زحمت کشیده. منی که مادر شدم اینو خوب دیگه میفهمم. از برو از مادرت حلالیت بطلب که دعای خیر مادر میتونه معجزه کنه تو زندگیت. این از من به شما نصیحت.